قایقی با 5 سرنشین داشت غرق میشد. هلیکوپتر نجات رسید، فقط جای 4 نفر رو داشت. گفت برای اینکه به کسی ظلم نشه سوال میپرسم، هر کس جواب درست داد سوار شه. از اولی پرسید که پایتخت انگلیس کجاست؟ گفت لندن. گفت بیا برو بالا. از دومی پرسید پایتخت فرانسه کجاست؟ گفت پاریس. گفت بپر بالا. به سومی گفت واحد پول آمریکا؟ گفت دلار. گفت بیا بالا. به چهارمی گفت پرجمعیت‌ترین کشور دنیا؟ گفت چین. گفت بپر بالا. به پنجمی گفت مردم مالی و فیجی به چه زبانی صحبت میکنن؟ طرف گفت نه که جا نداری بگو جا ندارم. چرا سوال سخت میپرسی؟ این دم آخری اذیت میکنی. ناکس تو خودت چرا این دم آخری عضوای بدبخت بیچاره رو اینجوری اذیت میکنی؟ حرف داری بگو حرف دارم. عمه مرحومه مقام عظما فهمید که منظورت این بازیه که حاجی روحانی عظما سر نخریدن واکسن در آوردن. یه روز میگن تحریمه، یه روز میگن پول نداریم، یه روز میگن داری ولی نمیذارن برفرستیم، یه روز میگن خودمون میخوایم بسازیم که ارزون در بیاد، یه روز میگن به این واکسن اعتماد نداریم. خب این بچه آدم میگن نمیخوام بخریم دیگه. حرف تو اینه ناکه. ولی ای دکتر بس فقط نخریدن نیست. نمکی وزیر بهداری گفته آماده ایم تجارب ضد کرونامونو به هر کشوری که بخواد منتقل کنیم. نمکی نگو گوله نمک بگو با این حرفاش. یه زمانی نمک میخوردن نمکدون میشکستن، الان نمک میخورن نمک رو میپاشن رو زخم. آی دکتر این که کلاس استراتژی خودتون میاد، یه چیزی بهش بگین. میخواستم بهش بگم آدم باش ولی دیدم چه فایده که تو شرایط سخت قرارش بدیم یه چیزی بخوام که نمیتونه. هر سوالی ازش بکنی یه جواب پرت و پلایی میگه که فکرشو نکرده باشی. مرحوم بابوی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودم باباه واسه پسر مشنگش کلی در مورد زیبایی انواع گلا صحبت کرد. آخری گفت خب پسرم تو چه گلی رو دوست داری؟ پسره گفت گل پشت 18 قدم. روشن شد یا همچی بذارم که 18 متر اون طرفتر بیفتی. آیه دکتر ولش کنین از اینا که واکسن در نمیاد. برم سراغ سوال بعدی. بحث داغ گروگان گرفتن کشتی کره‌ای. ساکت دیگه تو هم شدی برانداز. گروگانگیری چیه؟ کشتی که دور اطرافش رو کثیف میکرد به ساحل نجات هدایت کردن با احترام فراوونه. دردسر درست نکن. آیه دکتر هرچی شما بگی، ولی از آخر این گروگانگیری من دل خوشی ندارم. تو فیلم ها گروگانگیره اگه زنده بمونه پول میگیره. ما هر دفعه گروگان میگیریم یه چیزی هم میزنیم روش میدیم. این سنت رو خود امام بنیانگذاری کرده. 444 روز گروگان گرفت، آخرش 24 میلیارد دلار داد. این دفعه ممکن آخرش جریمه سنگینی بمونه رو دستمون. خب ندیم آی دکتر. مگه دست ماست؟ هر چی شیران کرده بندازیم غیر از اون غلط کردمی که آخرش باید بگیم یه ضرر دیگه هم میکنیم. پولامون دست اوناست، قیمت همه چی رو از حساب خودمون ور میدارن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن با بزرگه داشت تریاک میکشید. به نوهش گفت بیا تو هم کمی بکش. نوه گفت نه بزرگ من از روزگار میکشم بسه. بعد بابا بزرگه گفتش که نفله عجیب خودت برداشتم. پسره گفت والا تو جیب من تریاک نبوده. بابا بزرگه گفت پول که بوده. با بزرگ زبلی داشته. بله پس این سوال رو جواب بدین که این چه فضاحتیه که هی عربده میکشیم هی بعدش عقب نشینی میکنیم. این که بدتره، حواس همه رو جمع میکنیم بعد میگیم غلط کردیم. اون از انتقام سخت که با هارت و پورت شروع کردیم و سلامی و حاجی زاده هم ول کردیم جلو دوربین. بعد ردیف شروع کردیم به غلط کردم گفتن. الان هم که میگیم انتقام سخت نرم افزاریه. حاجی روحانی ترامپ رو تهدید به قتل میکنه تا میزنن جلوش میگه چی ترجمه اشتباه شده بوده. کشتی کره‌ای گروگان میگیریم میگیم یلا رد کنیم پولا رو بیاد. همچی که جلومون وامیسن میگیم نه بابا داشت اقیانوس رو کثیف میکرد به کنار ساحل هدایتش کرد. آدم که بد جا گیر کنه و جلوش هم یه مرسی هیکل قوی باشه خب پرت و پلا میگه این دیگه قانونشه. دزده رفت خونه یکی تلویزیون بدزده گفت اول بذار روشن کنم ببینم سالمه یا نه. مثل اون دفعه در نیاد که تلویزیون دزدیدیم بردیم دیدیم خرابه. از قضا تلویزیون فوتبال پخش میکرد. سرگرم تماشای فوتبال شد. صاحبخونه مرسی هیکل سر رسید گردنش گرفت تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ دزده گفت والا من بازیکن فوتبالم همین چند دقیقه پیش داور منو اخراج کرده.
روشن شد یا یه کارت قرمز نشونت بدم وسط برنامه. آیه دکتر، این بحثای برجام و FATF و مذاکرات 5 به اضافه 1 و 4 به اضافه 1 و غنیسازی و تصویب مجلس و اینا رو پاک منو گیج کرده. ذهنم آروم نمیگیره. بالاخره چطوری نکن ناکس. این همه غلط کردم گفتیم، اصلش چی شد؟ خیلی ساده بهت بگم، رسوندیمشون به اونجایی که نصب کن، اونا رسوندن ما رو به اونجایی که میگن اگه حرفامون رو گوش بدین و بگین چشم، ممکنه حاضر بشیم دوباره باهاتون حرف بزنیم، دوباره یه چیزایی بگیم که شما دوباره بگین چشم. مرحوم ابدی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یارو را بقالی گفت آقا صابون داری؟ بقاله خوشحال شد که بالاخره یکی پیدا شده به جای پنیر ازش صابون میخره. گفت آره. یارو گفت خب بعد دستاتو با صابون بشور، نیم کیلو پنیر بده من. دکتر پس این ظریف و عراقچی و تیم دیپلماسی نظام، مخصوصا اون سخنگوی مشنگشون اوه خطیب چه زاده غلطی میکنن؟ اینا که همش میگن سفر موفقیت آمیز بوده. حرف مفت که خرج نداره. خب اونا میگن موفقیت، شنونده باید عاقل باشه. مرحوم ابدی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دکتره از اتاق عمل اومد بیرون، خیلی افعی به فک و فامیل مریض که نگران بودن گفت خوشبختانه عمل موفقیت آمیزی بود. همه گفتن الان حال بابامون چطوره؟ گفت اون که مرد. آی دکتر، آیا شما علت این عدم موفقیت و شکست های نظام تو همه عرصه ها رو ضعف مقام عظما میدونی یا قدرت براندازا؟ صبر کن میرم ناکس، این دفعه دیگه ببین خودت شروع کردی دوباره، اون از اون اولش که شروع کردی من اون سوال مثال کردم بیرم، به آخر جای جواب رسیدی دادن چرا کلمات دعوا رو معمول. می‌زنی؟ جواب سوال